میگن توی هر شهری یک ساختمون هست که همه دربارش یه چیزی شنیدن، یه شایعه، یه ترس یا یک اتفاق. و برای من اون ساختمون هتل میرانه بود و اتاق 313. من اون شب مجبور شدم به اونجا اقامت کنم. هوا سرد بود و بارون طوری میبارید که حتی ماشینم نمیتونست از جاش تکون بخوره. وارد هتل شدم و از همون اول یه حس خیلی بدی دور و برم پیچید. زن پیر پشت پذیرش وقتی اسممو نگاه کرد و فهمید اتاق آزاد 313 است، یه لحظه مکث کرد. زیر لب بهم چیزی گفت شبیه خدا بهت رحم کنه، ولی فکر کردم که اشتباه شنیدم. وارد طبقه سوم شدم. راهرو تاریک بود. چراغ‌ها هی چشمک می‌زدن، انگار یکی با برق بازی میکرد. جلوی در اتاق 313 وایستادم. دستگیر سرد بود، سردتر از چیزی که باید باشه. تا وارد شدم یه موج هوای سرد از روی پوستم رد شد. اتاق ساده بود ولی یه چیز عجیب داشت. یه آینه بزرگ روبروی تخت، طوری که هر حرکتت رو میدیدی. اولش طبیعی بود ولی بعد فهمیدم تصویرم تو آینه با یه تصویر تأخیر داد. نشستم روی تخت و با آینه نگاه کردم. پلک زدم. تصویرم دیرتر پلک زد. اینجا بود که بدنم یخ زد. تصمیم گرفتم نادیده بگیرمش و بخوابم. چراغ خاموش کردم ولی درست وقتی چشمام داشت گرم میشد صدای آروم خراشیدن از سمت آینه اومد. انگار کسی داشت از پشتش دیوار رو میخورد. چراغ رو روشن کردم. هیچ کس نبود جز این که تصویرم تو آینه هنوز نشسته بود و من از تخت بلند شده بودم. تصویرم لبخند زد اما من اصلا لبخندی نزده بودم. آروم دستشو گذاشت روی سطح آینه و من همون صدای خراشیدن رو دوباره شنیدم. این بار از پشت شیشه. شروع کرد به فشار دادن دستش تا اینکه سطح آینه شروع کرد موج برداشتن. انگار داشت نرم میشد. من عقب رفتم. قلبم داشت از سینه‌ام میزد بیرون. تصویرم از پشت آینه بلند شد و کم کم مثل کسی که از پشت پرده بیرون بیاد از آینه بیرون اومد. فقط یک جمله گفت و اونم دقیقاً با صدای من. نوبت منه که بیرون باشم. رفتم سمت در و در قفل شده بود. هرچی میکشیدم باز نمیشد. به سمت خونه برگشتم. تصویرم کامل از آینه بیرون اومده بود. چهرش کاملا مثل من بود ولی یه چیزی تو چشاش نبود. انگار خالی بود و بیروح. اومد سمتم. من فقط یه لحظه چشمامو بستم و وقتی باز کردم خودم رو داخل آینه دیدم و اون یکی ایستاده بود بیرون، همونطور که من چند ثانیه پیش بیرون بودم. یه لبخند زد، چراغو خاموش کرد، از اتاق رفت بیرون. بعد از مدت‌ها در باز شد. انگار مشکل فقط برای من بود. حالا من موندم پشت آینه و هر وقت مسافری وارد اتاق 313 میشه تنها کاری که میتونم بکنم این که از پشت شیشه خراش بدم که شاید یه روز یکی دیگه جای منو بگیره و من به دنیای خودم برگردم.